این هفته خبر تو خبر داره براتون از تلو تلو خوردن آخوندا در فاز پایانی و روزخونی امام جمعه های خامنه ای درباره پریشون شدن عمامه عظما. اما در جنگ نرم چه می کند؟ آقا فرمود بینات انقلاب اسلامی را زیر سوال می برند. بعد بینات انقلاب را خودشون مثال زدند، فرمودند که حاکمیت دین را زیر سوال می برند. آقا دین باید در جامعه اجرا بشود یا نه؟ حکومت مال امام زمان هست یا نه؟ خودشون هم دوریالیشون افتاده که کار حاکمیت عمامه تمومه و باید فلنگ رو ببندن. افراد سکولاریسمی که در مسئله مدیریت جامعه و کشورشون دنبال غیر اسلام هستند و دنبال نظامهای لیبرال دموکراسی یا نظامهای دیگر غیر از نظام اسلامی هستند، اینا بی غیرت بی دینی هستند، نه غیرتمند دینی. آدم مسلمان سکولار بی غیرت دینی هست. ماشین عظما توی بد شیبی افتاده، هر چقدرم زور میزنه بازم سر میخوره پایین. حاجی بر حاجی نشو حاجی نشو حاجی نشو حاجی نشو حاجی. نه خانم نرو گاردیل نشونه ماشین حاجی نشو. منظور بوفالوی ولایت از حاکمیت اسلام همون نظام ولایت فقیهه. ببینید عظما وقتی اسم نظام میاد چطوری به خودش اشاره میکنه. حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. این فیگورای باسمه‌ای دردی از آخوندا دوا نمیکنه. کله پا شدن روی پیشونیشون نوشته. این هم باعث و بانی همین نظام درب و داغونه. اول به نوچه های خودش تشر میزنه، بعدم خونخواری خودش رو به رخ میکشه. ساکت. اسلام با خون رشد پیدا کرد. حالا این حجت الاسلام شارلاتان رو ببینید که میگه از 14 قرن پیش همه منتظر بودن که هیولایی به نام خمینی بیاد و ایران رو قلمبا کنه. پس انقلاب اسلامی همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارک و تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. خیلی مهمه که حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم میکرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما ببینید از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است. حالا بشنوید از آخوند رئیسی که همچنان طلبکار بقیه است و سوالات مسخرش از خودش و مشنگ‌های کابینش تمومی نداره. که آخه چطور میشه یه استانی در کنار دریا تشنه؟ چطور میشه یه استانی با این همه امکانات فقر، بیکاری؟ چرا؟ این که خب دیگه همه شما واقفید. کم هم که کار نشده. یه کسی بگه که کی مسئول هستش، کی کار نکرده، کی کم کار کرده. ما الان دنبال شناسایی این جهت نیستیم. طرف 40 ساله مشغول قتل و غارته، تو همین 6 ماه هم زده همه چی رو درب و داغون کرده، بعد بی خیال نشسته میگه کی مسئوله؟ لابد اگه از راننده این ماشینم بپرسید همین سوال رو میپرسه.
رئیس جمهور قاتل نظام در حالی بازی کی بود من نبودم رو راه انداخته که در اثر سیاست‌های غارتگرانه خودش یه چنین پیش‌بینی‌هایی راجع به قیمت‌ها میکنن. اگه ارز ترجیحی برای نهادهای دامه حذف بشه، مرغ و تخم مرغ قشنگ صعود میکنه میره بالا، اصلا تعارف هم نداریم اینو مطمئن. حالا بعد دولت پیش بینی 60 تومن میشه. کیلوی 60,000 تومان مرغ، یعنی اگه ارز ترجیحی 20 تومن 25 تومن اضافه میشه 60,000 تومان. پیش بینی ما یه مقدار بیشتر از اینه. شما پیش بینیتون چقدره؟ من پیش بینی 80 تومن میشه. 80,000 تومان. خیلیه. از یه طرف سفره مردم رو غارت میکنن، بعد از اون طرف با گردنهای کلفت و شکمهای گنده پشت تریبون میرن و اینطوری به مردم توهین میکنن. اگر برای لقمه نان منحرف بشی، اگر برای گرانی که خب نباید باشه، کسی طرفدار گرونی و اینا نیست، اما حالا برای اینا بیاد کم کم دهنش، بعضی یا چاک دهنشون باز میشه به کائنات بد میگن که حالا شکمش اینقدی کمتر بهش رسیده. این هم روایتی از داستان قدیمی علم و ثروت در روزگار آخوندا. سعید جونم، علم بهتره یا ثروت؟ هیچ کدوم عزیزم، فقط سرقت، اونم از جیب ملت. مشنگستان این هفته رو با حرفای این عضو استبل ولایت شروع میکنیم که بعد گذشت 26 سال از به درک واصل شدن بابای قاتلش هنوز دنبال مالکشی جنایتاشه. کسی اگر روحیه شهید لاجوردی رو آشنا باشه باهاش، متوجه میشه که ایشون انقدر عطوف و انقدر مهربان بودن که اصلا بحث شکنجه و بحث اینها اصلا خیلی فاصله داره از روحیات ایشون. منتها خب اون زمان، همین الان هم اینطور هست دیگه، هم خط تحریف هست و هم خط تخریب، یعنی یه عده از تخریب چنین شخصیت‌هایی سود میبرن. این شما و این همنمای کوتاه از لاجوردی عطوف. تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم. حالا اگه سوالتون شده که لاجوردی این همه عطوفت رو از کجا آورده، حرفای امام دجالش رو گوش کنید. اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ‌های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش رو بکشیم. مسلمانان شهیدند و به بهشت میرن، کافراش کافرند و به جهنم. نعشکشی قاسم سلیمانی همچنان ادامه داره و حالا آبخوره‌گیری رو از تلویزیون و کوچه و خیابون به مهد کودک‌ها بردن. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها، چون سردار سلیمانی شهید شده رفته توی آسمونا شده بابای آسمونی هممون، ما از این به بعد اینجا رو توی مهد کودک درست کردیم. هر روز صبح که اومدیم میخوایم به سردار سلیمانی سلام کنیم، بهشون بگیم. از اونجایی که کفگیر آخوندا بعد جوری به ته دیگ خورده، سلبریتی های دست چندمش رو آورده تا از این قمپوزهای تروریستی در کنن. خیلی یادمه که من تا 1 هفته حالم بد بود، گریه میکردم و احساس میکردم خب الان ما سردار سلیمانی رو نداریم، نکنه دوباره داعش بیاد، چیکار کنیم؟ نکنه دوباره طالبان بیان. ما تازه دلمون گرم بود، تازه دلمون قرص بود و خیلی غمگین بودم اون روزها. اگر واقعا من تصمیم گیرنده بودم و میتونستم و میفهمیدم که این اتفاق زیر سر چه کسانیه و زیر سر چه جریانیه، قطعا این انتخاب رو میگرفتم. یعنی به چه شکل؟ همون شکلی که با سردار ما رفتار کردن، با کسی که دستور این عملیات رو داده بود، همونجور خودش، ماشینش و خانواده‌اش رو منفجر می‌کردم که اون اتفاق رو برای
آقای سلیمانی رقم زد. این سلبریتی شود یادش رفته که قبلا پاسداران مأموریت سلیمانی رو لو داده بودن و گفته بودن بابا داعش کدومه. سلیمانی رفته بود مردم سوریه رو سرکوب کنه. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ کن. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط میشه. اون موقع هنوز داعش نبوده، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایزم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن، بعداً به وجود اومدن. پاسدار سلیمانی خیلی شلتاق پلتاق کرد اما آخرش با یک کف گرگی پهن زمین شد. أصدقائي إذا إجاكم شخص ضخم كثير لا تخافوا، فقط استخدموا ذكاءكم، راقبوني. مد ايده بس هيك وهيك. اوكي رح نستخدمها مرة ثانية بس على السريع، حاولوا تستفيدوا. روز به روز به مسابقه مشنگات در نظام ولایت اضافه میشه. این یکی از آخرین شرکت کنندگانشه. به عنوان مثال ما اگر از منابع موجود در بخش کشاورزی به درستی استفاده بکنیم در میان مدت میتونیم به 12مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. اگر همگام با این اقدام از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش بنیان هم بهره برداری بکنیم و نفت و گاز رو به جای خام فروشی تبدیل بکنیم به محور توسعه صنعتی کشور، در بلند مدت میتونیم به 3مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. و اگر همگام با این بحث‌ها، این مواردی که عرض کردم، از ظرفیت‌های بخش‌های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم. آخوندا خیلی دوست دارن قدرت اول جهان بشن اما همیشه یکی هست که رسواشون میکنه. مقتدرانه مسابقات مقام اول تیپ ویژه تهران بزرگ. مشنگستان این هفته رو با آموزش ساخت یه مگسکش هوشمند به پایان میبریم که اون طرف اقتصاد مقاومتی فرود اومده. بچه ها سلام، دوستا عزیز گلم. برای از بین بردن پشه و مگس‌خونی یه روش تضمینی دارم که بهتون بگم. برای این کار یه مقدار نمک میخواد، یه کم عرق کشمیش، یه خلال دندون و یه تیکه سنگ. سیستم اینجوری کار میکنه که پشه بالا اینو میبینه، فکر میکنه شیکره، میاد پایین میخوره، خب بعد از یه مدت تشنش میشه، میره جلوتر، خب اینم که آب نیست عرقه، میخوره عرقه رو مس میکنه، میاد جلوتر پاش میگیره به این چوب، با کله میخوره تو این سنگ میمیره. سیستم تضمینی 100%. هر کمی این سیستم رو دوست نداره میتونه از ایران بره. در پایان توجه شما رو به چند چالش آکروباتیک جلب می‌کنیم که هم دشواره و هم دیدنی.